سرخط مهمترین خبرها: دعوت به ارتش در تاجیکستان به پایان می رسد. نگرانی مقامات روسیه از زیاد شدن جنایتکاری در میان مهاجران. و عزیز خانه‌ساز را در دوشنبه به 30 سال زندان محکوم کردند. درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. امروز 30 نوامبر است. امروز دعوت تیره‌ماهی جوانان به ارتش به انجام می رسد. معرکه دعوت تیره‌ماهی بر اساس فرمان رئیس جمهور 1 اکتبر آغاز شده تا امروز 30 نوامبر دوام می کند. مسئولین وزارت مدافع تاجیکستان تا حال نگفتند که نقشه دعوت چقدر اجرا شد. عادتا در معرکه‌های دعوت قبلی تا انجام معرکه وزارت دفاع از اجرایش نقشه گزارش میداد، اما امسال این نهاد تا حال چنین خبری را نشر نکرده است. ما تلاش خواهیم کرد دوام روز این معلومات را دسترس کنیم و در برنامه اخباری آزادی برایتان تقدیم می‌نماییم. ضمناً دعوت امسال هم با خبرها درباره سربازشکار یا ابله گذشت. خبرنگاران رادیوی آزادی در اول معرکه شاهد آن شدند که چگونه کارمندان یک کمیسریت در دوشنبه چند جوان را زوراً به کمیسریت می‌آورند. اینچنین یک شهروند افغانستان نیز به گفته نزدیکانش از سوی کارمندان کمیسریت در دوشنبه ابله شد و بعداً به خاطر شهروندی کشور دیگر بودن او را آزاد کردند. پسر احتم خان یوسفوف، یک ساکن نابینا شهر کولاب را هم به گفته خودش کارمندان میلیسا بازداشت کردند و بعداً معلوم شد که او را به ارتش بردند. مقامات همیشه به نبودن ابله تاکید کرده میگویند جوانان بعد گرفتن دعوتنامه اگر به کمیسریت حربی حاضر نشوند، پلیس حق دارد که آنها را به کمیسریت حاضر کند. دادستانی‌های شهر و ناحیه‌های تاجیکستان امسال نسبت 50 نفری که از خدمت در صف‌های ارتش سرکشی نمودند، پرونده‌های جنایتی باز کردند. مقامات روس گفتند از افزایش جنایتکاری در میان مهاجران نگران هستند. در این باره دیمیتری مدودوف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه، روز دوشنبه در یک نشست بخشیده به مسئله مهاجرت ابراز نظر کرد. در این نشست مدودوف به ضرورت تهیه تدبیرهای علاوه‌ای برای تامین امنیت در روسیه دعوت کرد. بسیاری از شهروندان خارجی در کشور ما تا حال قاعده‌های بودوباش را ویران می‌کنند. آنها از نظارت ساختارهای دولتی بیرون می‌مانند، اکثر وقت از طریق هموطنان خودشان به دام میافتند و تومه سازمان‌های افراطگرا و تروریستی میشوند، گفته است دیمیتری مدودوف. معاون رئیس شورای امنیت روسیه همچنین گفت مقامات روسیه نباید به پیدا شدن انکلاوهای اتنیکی در قلمرو این کشور اجازه دهند، چون به گفته او این کار میتواند زمینه‌های جنایتکاری را به وجود آورد. این مقام روسیه از این به شرح نداد که چگونه پیدا شدن انکلاوهای اتنیکی در روسیه برای افزایش جنایتکاری زمینه را فراهم می‌سازد. روسیه میزبان چند میلیون مهاجر از کشورهای پساشوروی است. از جمله سالانه از تاجیکستان حدود 1 میلیون نفر برای کار و درآمد به روسیه می‌روند. حامیان حقوق بارها از نقض گسترده حقوق مهاجران در روسیه بانگ اضطراب زدند. دادگاه عالی عزیزالله عبداللهف مدیر یک شرکت خانه‌سازی در تاجیکستان را 30 سال از آزادی محروم کرد. 5 تن از همراهان او به مهلت از 19 تا 28 سال روانه زندان شدند. یک منبع از دادگاه عالی با شرط ذکر نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت حکم این گروه روز 25 نوامبر صادر شده است. به گفته منبع مال ملک عزیزالله عبداللهف از جمله بناهای استقامتی و منزل‌های زیستش مصادره شدند. پس از ادای جزا نیز او 10 سال حق صاحبکاری ندارد. به اطلاع دادگاه عالی همراهان دیگری او طولگانوف عظمت، صادقوف سیاوش، آموزگار بوران صمدوف به 28 سال، مراد خواجه‌اف به 25 سال و سرباز سبز قدموف به 19 سال محرومیت از آزادی محکوم شدند. ظاهرشاه دولتیاروف ادوکات آنها در صحبت به آزادی گفت دادگاه حکم را صادر کرد که دادستان طلب کرده بود. یک تن از نزدیکان عزیزالله عبداللهف گفت از حکم دادگاه راضی نیستند و به زینه بالای شکایت خواهند برد. به گفته او نزدیکان محکوم شده ها به مرافعه راه نیافتند. حکم بیرحمانه بود. حتی تمام معلومات
ملکش را مصادره کردند برای 9 فرزندش چی زنده گذاشتند. گفت او مفتشان دادستان عزیزالله عبدالله و همراهان او را به قاچاق تقریبا نیم تن مواد مخدر و به رسمیت درآوردن پول از راه غیرقانونی به دست آوردن متهم می‌کنند. اما به گفته وکیلان دفاع متهمان، عزیزالله عبدالله اتهامات را رد کرده و گفته است که بیگناه است و به قاچاق مشغول نبود. وکیلان دفاع عزیزالله عبدالله در دادگاه گفتند که اعتراف اتهامات که در برنامه تلویزیونی وزارت امور داخلی تاجیکستان نشان دادند تحت شکنجه حاصل شده است. در شهر نمنگان ازبکستان نشست نوبتی گروه‌های کاری کمیسیون مشترک علامتگذاری مرز تاجیکستان و ازبکستان برگزار شده است. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان اطلاع داد که این گفتگو از 22 تا 27 نوامبر دایر گردید. به اطلاع منبع در گفت و شنیدها، کارهای علامتگذاری، بررسی و پیشنهادهای به یکدیگر موافقه شده عاید به لایحه خط علامتگذاری مرز تاجیکستان و ازبکستان آماده کرده شدند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان میگوید پس از انجام گفتگوها پروتکل امضا شد. واخوری نوبتی کاری در تاجیکستان برگزار می شود. زمان دقیق این واخوری اعلان نشده است. تاجیکستان و ازبکستان 1300 کیلومتر مرز مشترک دارند که حدود 90% آن تعیین و علامت گذاری شده است. آسان و دسترس خبرهای نو را از کانال تلگرامی رادیو آزادی دسترس کنید. پرزیدنت پیشین گرجستان میخائیل ساکاشویلی که ابتدای ماه اکتبر سال جاری بعد برگشتن به کشورش بازداشت شده بود، روز دوشنبه 29 نوامبر در دادگاه حضور پیدا کرد. او را از بیمارستان نظامی به دادگاه آوردند. ساکاشویلی بعد بیرون شدن از گرسنه‌نشینی 1 ماهه در بیمارستان نظامی تبابت میگرفت. پرزیدنت پیشین گرجستان را در دایره پرونده بازداشت کردند که قبلا نسبت وی باز شده و در دایره آن حکم بازداشتش را دادگاه غایبانه صادر کرده بود. ساکاشویلی را در سوء استفاده از قدرت هنگام پراکنده سازی اعتراض 7 نوامبر سال 2007 و مصادره دارایی‌های تاجر بدری عیبدار می‌کنند. پرزیدنت پیشین این عیب‌ها را رد می‌کند. ساکاشویلی پیش از شروع محاکمه روز دوشنبه گفت دادستانی و نظام دادگاه گرجستان را اعتراف نمی‌کند. پرزیدنت پیشین طلب کرد که او را در دادگاه حاضر کنند. پیشتر مقامات به دلایل‌های امنیتی حضور شخصی او را در دادگاه اجازه نمیدادند، اما در نتیجه طلب کشورهای غربی ساکاشویلی را به دادگاه آوردند. جانبداران ساکاشویلی پشت در دادگاه در شهر تیفلیس جمع شدند. در نتیجه بین ساکنان و پلیس زنازنی صورت گرفت. چند نفر از سوی پلیس بازداشت شد. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 30 نوامبر را فرا میگیرد. 30 نوامبر سال 1990 اولین و آخرین انتخابات پرزیدنت جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان برگزار شد. در این انتخابات سابق کاتب اول حزب کمونیست جمهوری قهار محکموف برنده شد، ولی سال بعد با کسب استقلالیت تاجیکستان و در آستانه پاشخوری اتحاد شوروی انتخابات نو برگزار گردید که در آن رحمان نبیف برنده گردید. پایان نوامبر سال 2020 مجلس نمایندگان 2 قانون را تحریر کرده خواندن عقد نکاح مسلمانی را در اداره‌های ثبت اسناد حالت شهروندی یا زکس اجازه داد. بستن نکاح در شرایط خانه منع کرده شد. وکیلان گفتند هدف اساسی پیشگیری از بسیار همسری، ازدواج‌های بی‌مسئولیت شهروندان و تولد فرزندان بی‌نکاح است که بعداً باعث ایجاد مشکلات زیاد در زندگی آنها می‌شود. 15 عصر پیش سال 585 در شهر نیسا باربد یکی از موسیقی شناسان فارسی زبان تولد شده است که دانشمندی برجسته موسیقی ملی دوران خود بود. او با نام‌های باربد مروزی و باربد رامشگر هم نام برآورده سروری رامشگرانی دربار شاهان ساسانی بوده است. باربد از محققان اولین علم موسیقی مردم ایرانی نژاد شناخته می شود و تا امروز پاره‌های از موسیقی آفریده او حفظ شده است. قرب روبل روسی در برابر اسعار ملی سامانی کم بالا رفته، ارزش دلار کم پایین رفته است. حالا در بانک‌های تاجیکستان 1000 روبل روسی را به 150 سومان و 20 درم عوض می‌کنند. 100 دلار آمریکایی باشد به 1129 سومان و 41 درم برابر است. بیننده عزیز، تشکر که تا آخر برنامه نوید بامدادی ما را همراه کردید. فردا در همین وقت و ساعت شما را با خبرهای تازه انتظاریم.